برگو سخنی صدای من باش، برخوان غزلی نوای من باش. عرض ادب و احترام دارم به شما همیهنان عزیز و ارجمندم. امروز اول مرداده. این تیر و مرداد اینا ماهایی هستن که خیلی حوادث در تاریخ در اونها رخ دادند. حالا ببینیم در این مرداد باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم. برخیش به نظرم خیلی غافلگیر کننده خواهد بود. اول مرداد 23 جولای بنده علیرضا میبودی در خدمت. بندم این از واژه های دوره پرده‌داریه. نه، من علیرضا میبودی در خدمت شما هستم. همیهنانم به همراه فرهوده مینایی نازنین برنامه رو شروع میکنیم. آقای پزشکیان، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، خواهان گفتگو با اپوزیسیون شدند. به نظر میشه پیشنهاد خیلی ترقی خواهانه است، ولی به نظرم خیلی پیشنهاد گشادی است، به قد و قامت این رژیم نمیخوره. تقریبا تمامی کسانی که در این دوران 46 سال رئیس جمهور شدن این پیشنهاد دادن، به هیچ جا نرسیده. و حرف من، حالا اگه واقعا هم از سر صدق این سخن رو گفته باشه، پیشنهاد داده باشه، لازم نیست ایشون برای گفتگو با اپوزیسیون بیاد لس آنجلس یا بره پاریس یا بره لندن یا بره واشنگتن. یه 2-3 کیلومتر اون برتر پاستور، منطقه درکه است دیگه. اونجا یک محوطه خیلی بزرگ، بنای بزرگ، 43 هکتاره، اسمش زندان اوینه. بره به زندان اوین با اپوزیسیون در اونجا وارد گفتگو بشه دیگه. از یه جایی باید شروع کرد دیگه. خانم فاطمه سپهری اونجاست، بختیاری اونجاست، پدر بختیاری، خانواده اونجا هستن، بسیاری از مادران در اونجا هستن، نویسندگان ما، روزنامه‌نگاران ما، اهل سینما هنوز در اونجا هستن، بچه‌های ورزشی در اونجا هستن، تکنوکرات ها و چهره‌های خیلی متشخص ما در اونجا هستن، کارشناسان محیط زیست در اونجا هستن، دانشجویان نابغه ما. این کارشناسان محیط زیست همون هایی بود که این روزها رو از سالها پیش هشدار داده بود. اینا رو گرفتن، زندانی کردن، برخی ناچار به فرار شدن، مثل مدنی که یکی از برجسته ترین و بزرگترین کارشناسان زیست محیطی ماست تو این دنیای امروز، یا آقای ناصر کرمی، استاد دانشگاه در نروژ. اینا همه ناچار به فرار شدن از میهنشون، جانشون در خطر بود، چون هشدار داده بودن این روزها رو هشدار داده بودن. رو همین دو تابعیتی ها، کسانی که رفتن به ایران، اینا رو دستگیر کردن، انداختن زندان. از اینجا شروع بکنن. پزشکیان میگه توقف برنامه هسته‌ای توهم. تکرار میکنم، توقف برنامه هسته‌ای توهم. و نیویورک تایمز گزارش داشت که میگه آتش سوزی ها و این انفجارهای زنجیره‌ای در ایران، چه در تهران چه در شهرهای کشور، همه ناشی از خرابکاری است. کی باعث این خرابکاری است؟ مشخص است. بخشیش احتمالاً کار اسرائیله، بخشی کار تصفیه حساب‌ها در درون خود حکومت جمهوری اسلامی است. یعنی از فرصت دارن استفاده میکنن، دارن رقبا رو حذف میکنن. استانهای کشور بر اثر کمبود آب و برق رفتن توی کما، واقعا در اغما فرو رفتند. بحران باعث تعطیلی استانهای کشور شد. عیسی کلانتری وزیر محیط زیست بود دیگه، که مسئولان محیط زیست بوده در کابینه های مختلف. این هم از کارشناسان زیست محیطی در ایرانه. میگه با تداوم بحران آب
ایران دچار فروپاشی میشه. دکه رو باز کردن. سحرگاه همیهنانم وقتی هوا تاریک بوده آمدن خمیر آماده کردن برای طبخ نان. برق ساعت 6 صبح قطع شد. دستگاه خوابیدند. میگه منتظر ماندیم تا 8 برق نیامد. 8 صبح با 1000 بدبختی نان پختیم که به مردم بدهیم. برق دوباره میره. دستگاه کردیت کارت، بهش میگن کارت خان در ایران، از کار میفته. برق رفته، اینا از کار افتاده، نمیتونیم نان بفروشیم و نه دیگه میتونیم پول از مردم بگیریم، از مشتری ها. مردم ایستادن، نه ما میدونیم چه کنیم نه اونا میدونن چه باید کرد. اینا حرفای یک شاطر توی دکون نانوایی. حرف اینا اینه که میگه رو به مسئولین میکنه، میگه اینطور میخواید با ما کاسب ها رفتار کنید؟ شکم مردم گرسنه است، نان تاوان دارد، خدا را خوش نمی آید. در ایستگاه های متروی علی آباد و خزانه در جنوب تهران مردم شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در سبزوار برای دومین روز مردم به اعتراضات خودشون در برابر فرمانداری ادامه دادند. در ساوه بدون اطلاع قبلی هر روز 12 ساعت برق میره. مردم برق ندارن، اونم در هوای گرم. میدونید از چه ساعتی شروع میکنن به قطع برق؟ درست موقعی که گرما به اوج میرسه، ساعت 12 ظهر برق قطع میکنن. همینانم این توافق تجاری ژاپن و ایالات متحده آمریکا، این توافق تجاری ترامپ و ژاپن که ازش به عنوان یک موفقیت خیلی بزرگ یاد کردن، رقم بالاست تا 555 میلیارد دلار ازش به عنوان مهمترین معامله بین آمریکا و ژاپن یاد میکنن. و امروز با آقای سعید محاسب هستیم، امروز با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی تو را که می اومدم تو فکر بودم واقعا از دکتر هولاکویی بپرسم نظرشون درباره چرا این حکومت‌های مذهبی اینقدر فشلن و در نهایت شکست میخورن. نه حکومت‌های علالرسول حکومت‌های ایدئولوژیک. ببینید اینا به نام خدا میان، حکومت‌های مذهبی میگن ما نماینده خدا هستیم، یعنی خدا ما رو فرستاده که بیاییم و اختیار امور رو به دست بگیریم. چرا در نهایت فرستادگان خدا این همه در مدیریت، در هدایت یک جامعه فشل میمونن و در نهایت حکومت اونها شیطانی میشه؟ به نام خدا میان و در نهایت شیطانی میشن. یعنی حکومت‌های مذهبی میان با پیام‌های الهی، با پیام‌های اخلاقی بشارت میدن که آمدیم عدالت و دادگری رو گسترش میدیم. حرفای خمینی که به یادتون هست، آمدیم آب مجانی کنیم، برق مجانی کنیم، اتوبوس مجانی کنیم، تبدیل کنیم زمین رو به بهشت خداوند. اما در نهایت رسیدیم به یک حکومت شیطانی، جهنمی و بی اخلاق. حکومت مذهبی که در هویزه پا گرفت در تاریخ آمده که سرنوشتش تیر و تار بود و چطور مردم ریختن و یک روحانی رو که به قدرت رسیده بود تکه پاره کردن. یا حکومت اموی ها، حکومت عباسی ها، امپراتوری عثمانی، همین طالبان، حکومت طالبان بهش چی میگن؟ میگن جمهوری امارت اسلامی افغانستان.
اصلا اسمشه امارت اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی موریتانی، حکومت اسلامی غزه مال حماس، حکومت اسلامی حوسی ها، جمهوری اسلامی یمن، یکی از معروف ترینش هم جمهوری اسلامی داعش دیگه. فقط هم اسلامی ها نیست ها. نگاه کنید به ما قبل، حالا دنیای غرب که پند اندرز گرفت، پند تاریخی گرفت، مذهب رو گذاشت کنار در کار حکومت، دموکراسی رو انتخاب کرد، دموکراسی سکولار رو. ولی تا زمانی که قدرت‌های مذهبی در اروپا بر سر کار بودن، نگاه کنید به کارنامه‌شون، کارنامه سیاه و خونین. این ناشی از چیه؟ مشکل در چیه؟ میخوام این از دکتر لاکویی بپرسم. مشکل در خداست که فرستادگان نااهل میفرسته به زمین که بشن مأمور تشکیل حکومت. مشکل در خداست. مشکل در این که ماها، یعنی بشر، نمیتونه قواعد ماورا طبیعه رو هضم بکنه. ممکنه کوتاهی‌ها برابر، ولی در نهایت مثل جسم زائد که وارد بدن بشه، مثل خار، تا اون رو بیرون نکشید، حتی اگه چیز کوچکی هم باشه، آرام قرار نخواهید داشت. آیا این احکامی که میاد با طبیعت ما منافات داره، در گیره، که در نهایت همه با حکومت مذهبی دچار مشکل میشن، چون دیگه از فهم و درکش عاجز میشن. نمیدونم چیه، ولی مطمئنم که دکتر لاکویی براش پاسخهای قانع کننده خواهد داشت. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دگر می کنند. گویا باور نمی دارم روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند، کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. نگاه کردم دوباره به 2 تا نظرسنجی. آخه تو این مملکت داره چی میگذره؟ بابا بس کنید. این همه گریز از واقعیت، این همه سیاست بازی در هر دو جناح فرقی نمیکنه. نیویورک تایمز نظرسنجی کرده درباره دونالد ترامپ. 53% او رو تایید نمی کنند، 43% او رو تایید می کنند. راسموسن 50% او رو تایید می کنند، 49% او رو تایید نمی کنند. اختلاف 7%. ببینید 174 میلیون تو انتخابات شرکت کردن، 7% میشه 12 میلیون رای. یعنی بین 2 نظرسنجی 12 میلیون اختلاف وجود داره، 12 میلیون رای اختلاف. این نشون میده که آمریکا تو مسیر درستی نیست. یه جوری آخه اینا باید به هم کنار بیان، یک جوری باید دوباره به هم وصل بشن. این یعنی شکاف، یه شکاف دیگه، و باید هر چه زودتر جلوش گرفت. نمیدونم با تمهیداتی یک کاری باید کرد دیگه، یک کاری. من به عنوان روزنامه نگار دارم نگاه میکنم، متوجه میشم که و این تو ایران اولا این پرتو ماورای بنفش داره بیداد میکنه ها، علاوه بر بی آبی، بی برقی. حالا این یکی هم این یک قلم جنس کم بود، اضافه شد به همه مصیبت ها که باز سرطان میشه دیگه. به مردم گفتن سعی کنید توی آفتاب نباشید، یعنی در بیرون نرید، کمتر بیرون برید. وای به حال بیچاره کسانی که مثلا تو مزرعه باید کار بکنن، سر ساختمون باید کار کنن، و یعنی یه خطر جدی بالای سر اونهاست. این هم اضافه شده دیگه. یه اشعه اینجا ظاهرا یه اشعه نامطلوبی در ایالات متحده آمریکاست بر سر همه این نهادها و این سازمانها و این بنگاه‌های نظرسنجی و رسانه ها، و فرقی نمیکنه. از هر دو طرف، و یه طرفه نیست، از هر دو طرف. فرانک عزیز،
از تهران یادداشت فرستاده برای امیر شهرتی که به من بدن. وضعیت مملکت طوری است که اگر همه ما ساعت 8 شب برویم حمام، بعد بیاییم سشوار را بزنیم، برق کشور سقوط میکنه. حرف فرانک. خب همیانانم، یک جابجایی محرمانه صورت گرفته. به اتفاق مهمی است ایالات متحده آمریکا چتر اتمی خودش رو بر سر اروپا گسترده تر میکنه. همه ما تصور میکردیم که بین قاره جدید و قاره قدیم نقار پیش آمده، آمریکا داره از اروپا جدا میشه. این دست کم تصور کرملین بود و خیلی هم اظهار خوشحالی میکرد از این بابت و مطمئن بود که با آمدن ترامپ میتونه حالا به شکلی فرش از زیر پای اروپا بکشه. اینطوری نشده. یک هواپیمای باربری بوئینگ 3017 هم چیزی بود اسمش، مقادیر زیادی جنگ افزارهای تاکتیکی اتمی رو از آمریکا به بریتانیا حمل کرد. این اولین بار از سال 2008 میلادی که آمریکا دوباره جنگ افزارهای تاکتیکی هسته‌ای رو در بریتانیا مستقر میکنه. این جابجایی قدرت هسته‌ای به معنای حضور آشکار دفاعی آمریکا در اروپا است. این خبرم به نظرم باز شنیدنی است. آلمان ها در فرودگاه مونیخ، تا به حال از لایپزیگ این کارو میکردن، یک ترمینال ویژه برای اخراج پناهجویان یا پناهجویان خلافکار یا جنایتکار ایجاد میکنن یا ایجاد کردن. خب امیرم در این منزل از برنامه باید بریم به USC. سلام میکنم به آقای سعید محاسب عزیز. آقای محاسب درود بر شما. درود بر شما جناب میمودی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینتون و خانم فرهوده. آقای محاسب، من عاشق غذای منزا بودم. شما توی USC مثلا میرفتید داره غذا خوری و اینا، چی بیشتر انتخاب میکردید؟ دوست داشتید بخورید؟ قدیما رو بگیم؟ آره قدیما، جدید که دیگه خبری از این چیزا نیست. آخه ما هنوزم میریم USC اونجا غذا. نه چی خیلی دوست دارید از غذاهای USC؟ از غذاهای والا من یه داستانی مثلا که اون موقع که ما میرفتیم یه چیزی بود به اسم کامنز. من دارم میرم یعنی تقریبا 40 خورده سال 45 سال پیش و تو این کامنز اون موقع من فکر میکنم تمام USC ما 200 تا ایرون داشتیم، 200 تا هم چیزایی، اونم پخش بود. خب اکثرانشون البته توی دانشگاه مهندسی و اینا بودن، یه سری تو کمیکال بودن، یه سری توی مال پترولیوم بودن، بخاطر اینکه شاه اونجا یه اینوستمنتی که یه چر خریده بودن، اونا های چلنگر بود اونجا. در صورت این کامنت که میشد از صبح مردم بچه ها میمادن اونجا، هر کم کلاس داشت بقیه نشسته بودن. خب اونای دیگه میرفتن سر کلاسشون که تمام شد برگشتن سر همین میزه، یه میز گنده درازی میشستن، همه دونه دونه میومدن و میرفتن. اون زیرش هم یه رستوران مکزیکی بود. خب این رستوران مکزیکی خب طبیعتاً غذای مکزیکی میداد دیگه، یعنی به طبع ما پلو و این چیزا خوب بود. یه روزی من اخیراً پارسال پیراسا رفتم توی یک کافتریا، حالا دیگه اونجا اصلا عوض شده دیگه، یه مدل دیگه شد. یه خانومی اومد من گفت، خانم مسنی اومد من گفتش که اونجا کار میکرد، گفتش که شما نرفتی مدرسه اینجا نمیرفتی؟ گفتم چرا؟ گفت سال فلان. گفتم چرا؟ گفت یادت میومد این مکزیکی پایین غذا میخوردین؟ گفتم آره. گفت من وقتی که 18-19 سالم بود اونجا کار گرفته بودم. الان
45 سال ایشون هم اونجا کار میکنه تو UFC، الان شدم منیجر این قسمت. عجب جالب. و منو یادش اومد. بعد 2 تا دوستم ما داریم گفت یادت 2 تا دختر خانم بودن با یه آقای دیگه بودن میومدن، اونام با شما میومدن. گفتم آره یادم. گفت اینا همیشه فقط میومدن آب جوش از من میگرفتن، چایشون رو خودشون می‌آوردن. یعنی یادش بود 45 سال اونجا. یادش بود 45 سال. آخه 45 سالش ترقی هم نکرده پس همون پست. چرا شده بود منیجر اونجا. شده منیجر. منیجر پس ترقی کرد. خب بسیار 19 سالش بوده چه حافظه جوری یادش بود منو اصلا. ببینم مثلا یه پرس غذا می‌خوردی چند میشد اون زمان؟ $2 آره دیگه. بالا ما میشد 1 مارک حدودا مثلا. آره و 17 قرون. آره اون زمان میشد. مثل ایران هم ما از این لوبیا ها میخوردیم، نمیدونم یادتونه بعد اون نون. آره. ما لوبیا میخوردیم 1 تومن. من غذایی که خیلی دوست می‌داشتم تقریبا هر روزم بود، این چی بود؟ یه چیز شبیه تاس کباب ولی فرانکفورتر توش بود، سیب زمینی و گوجه. خیلی خوشمزه بود. خیلی خیلی خوش. پسرخاله تاس کبابی. آره آفرین. پسرخاله آلمانی. پسرخاله آلمانی. آلمانی تاس کباب. من نمیم تاس کباب شیرازی های نه ما هرچی خوشمزه رفتش بیرون به شیراز. اگه تاس کباب درست کردید حتما چوب انجیر بگذارید توش. چوب انجیر تازه ها اصلا یه طعمی میگیره. من توی کتاب علم دوله بود اگه اشتباه نکنم، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، اونجا خوندم اگه اشتباه نکنم تو کتاب اون بود که ناصرالدین شاه خیلی تاس کباب با چوب انجیر دوست داشته و واقعا هم طعم خوبی میده. به چی؟ شما آشپزی بلد نیستید؟ من میپرسم. نه متاسفانه نه، من هیچ آشپزی بلد نیستم، ولی ناهید خانم خیلی دستپختش خوبه. بله. من آشپزیم خوبه آقای بیبودی. شما که فروده میگه ما که نخورد. چیزایی که میتونم بگم خوبه آشپزیم. حق به اینکه خیلی هم دوست دارم. ولی ما که نخوردیم که. خب دیگه مگه ما غذای ناهید خانم خوردیم. چیزی که عوض داره. خب آقای محاسب عزیز بریم بعد. اول این موضوع ریل استیت خیلی داغه این روزا. چرا؟ ریل استیت خیلی جالبه. اتفاقا من یه دونه وال استریت جورنال یه دونه آرتیکلی داده بود که برای من جالب بود. میگه که قیمت خونه به طور متوسط، میدونید متوسط میدین میگیرن، یعنی در امریکا شده $435,000. حالا شما کجا در کالیفرنیا $435,000 خونه میتونید پیدا کنید؟ مسئله داره. در تمام امریکا 2% رفته بالا. 2% این ماه. چرا؟ دلیل برای این ولی تو تگزاس و فلوریدا و اینا مثلا اومده پایین. متوجه این؟ یه سری اینایی که در صورتی که ببینید این جالبی شد در اینه که در صورتی که بهره هنوز بالاست. یکی از دلایل اصلیش اینه که تعداد خونه‌هایی که در سطح مثلا در سطح امریکا صحبت میکنیم، تعداد خونه‌هایی که اویلیبله نسبت به کسایی که ما خونه بخرن کم. یعنی ما شورتج خونه داریم به طور کلی در امریکا. که این یه دلیلش هم همین کمبود به اصطلاح کارگر و از همه مهمتر این گرانی چیز دیگه، گرانی ساخت و سازه. هنوز اون هنوز اون افکتشو نداره. ببینید شما اون دفعه هم صحبت کردیم، الان این 2 مسئله روی قیمت خونه بالا خواهد رفت. ولی در دراز مدت‌تر، نه الان که سریع اتفاق بیفته. اولا که یه چیزی حدود 15% از کارگرایی که در ساختمانی کار میکنن ایلیگال ایمیگرنت هم، یعنی لیگال نیستن، ایلیگال هم. اینا یه چیزی حدود مثلا شما بگید روزی 200-250 دیگه 300 خوباشون که خیلی دیدن یه همچین چیزایی میگیرن.
خب خیلی از اینا این 15% البته در کالیفرنیا فکر کنم بیشتر هم هستن تا جاهای وسط امریکا و اینا. یعنی در کالیفرنیا فکر کنم به 20-25% هم میرسه. شما فکر کنید این 15% که در این قیمت میگیرن دیگه حالا اصلا میترسن برن سر کار، نمیرن خیلیاشون. و چون نمیرن پس بنابراین خب یارو یا کارفرما کارش میخوابه، خب این رفته دیولپر ساختمون گرفته، زمین خریده و لون داره، هزار بدبختی داره دیگه. خب این ساختمون مونده، پس باید بره کارگری رو بیاره که تقریبا 2 برابر این قیمت چارجش میکنه. خب پس قیمت لیبر، قیمت کارگر کاملا میره بالا، اقلا 50%، اقلا 30-40%، حالا اون مشخص نیست. و خب قیمت اجناس هم که داره میره بالا، اونم حالا باز میتونیم راجع به تعرفه‌ها صحبت میکنیم، میتونیم نگاه بکنیم که چه اثر کلی روی اقتصاد داره، ولی حدوداً اونم داره میره بالا دیگه. 20% نسبت به اینکه از کجا بیاد، آهن مثلا خیلی زیاد داره میره بالا، چوب میره بالا اینا. خب اینم با هم شما جمع بکنید از هر دو طرف، هم لیبر هم متریال داره قیمتا میره بالا. ولی این به نظر من تا مثلا فرض کنید 1 سال دیگه ممکنه اثر بذاره، اول که خونه‌های جدید دارن میسازن. متوجه. ولی در صورت اینا بالا رفته، بیشترش به دلیل شورتج خونه است. ببینید ما تا حالا بهش میگن ران ریت، یعنی نگاه میکنیم میگن چند تا خونه تا حالا فروش رفته و تا آخر سال چند تا خونه احتمال میکنن که فروش بره. تا حالا این احتمال میگن تا آخر سال 3 میلیون و 9، یعنی تقریبا 4 میلیون خونه احتمال فروشش میره. این 4 میلیون خونه ما یه موقع 5 میلیون هم داشتیم، 4 میلیون نیم هم داشتیم، یعنی این کم شده تعداد فروش به طور کلی در یه سال. تا حالا تا امروز اگه تا جون یعنی تا آخر جون 1 میلیون و نیم خونه فروش رفته، ولی بیشتر از 16% بیشتر از پارساله. یعنی اگر 6 ماه اول 2024 رو با حالات داره، پس داره خونه بیشتر فروش میره. متوجه؟ و عدد و ارقام‌های زیلو و اینا هم جالبه. زیلو میدونید اینایی که لیست میکنه خونه های مردم بخواد بفروشن، لیست میکنن اونجا دیگه. زیلو عدد آخرش میگه 1/4 از کسایی که خونه هاشون رو لیست کردن قیمتش آوردن پایین بعد از چند مدت و طولانی تر هم تو مارکت میمونه. همینطور درسته. این درست. من چون شاهد بودم کاملا درست. آره دیدم دارم. مثلا پارسال قیمت ها میرفتن یارو 100,000 200,000 دلار بیشتر درخواست پیشنهاد میداد، ولی الان نه، الان درست عکسشه. یه مقدارش هم به دلیل اینه که مردم هنوز فکر میکنن قیمت ها خیلی بالاتر از اون چیزی که فکر میکنن هست میذارن که مجبور میشن بیارنش پایین. ولی اینا همش روی هم رفته. اگه بخواید نگاه بکنید اینه که ریال استیت مارکت به طور کلی در بعضی از استیت‌ها، یعنی من فکر کنم کالیفرنیا، خصوص لس آنجلس و فلان اینا، برای که قیمت‌ها بالاتره، ریت‌ها بالاتره، قدرت خرید هم تغییر بده میکنه و قیمت‌ها خیلی رفته بوده بالا. در بعضی از استیت‌ها، کالیفرنیا، فلوریدا، نمیدونم که تگزاس، اینا فکر میکنم که داره به طرف بایرز مارکت میره، یعنی خریدار بیشتر قدرت خرید داره تا فروشنده. خریدار بیشتر. خریدار قدرت نگوشیشنش، قدرت اینش بیشتر میشه تا فروشنده. ولی در بقیه جاهای امریکا چنانچه که میبینید قیمت ها داره میره بالاتر، این مثل اینجا نیست. تشکر میکنم از توضیحاتتون. این 8,000 خانه تو منطقه پاسیفیک پالاسید و اینا از بین رفته، 150 تا مثل که اجازه ساختمون پیدا کردن و دارن کارهایی میکنن. بقیه چی میشه اینا؟ یعنی شهر سوخته میمونه؟ چی جوری میشه آقای؟ والا یه مقدار زیادیش فکر میکنم، من باز اطلاعات دقیق ندارم که بتونم بگم، ولی میدونم که یه مقدارش هم این است که این بیمه ها پولا رو ندادن. دوم یه مقداری وقتی پولا رو دادن به مردم، اگه خونه سوخته دیگه، شما مثلا فرض کن خونه مثلا 5 میلیونی بوده که بیمه 5 میلیون بهتون نمیده، یه چیزی کمتری میده. خب با این داستان ساخت و ساز و قیمت و فلان اینا، خب این کار سختیه دو مرتبه بخوام بسازن، ریپلیس بکنن. همینطوره. یه مقداری هم کسایی هستن که از لحاظ سنی و وزنی میگن آقا واسه چی بریم بسازیم دو مرتبه، وای میتونیم زمینش میره بالا میفروشه.
پولا رو میذاریم جای دیگه میخریم. آها. یعنی حوصله ساخت و سازی که شما واسه سنشون هم دیگه اقتضا نمیکنه دیگه. جوان که اغلبشون کسانی بودن که دهها اونجا زندگی میکردن. دیگه سن اقتضا از نظر روحی هم مگه ممکنه آدم برگرده به جایی که اونم مسئله بعدیه. وقتی شما بدون خونه همسایش دیگه نیست، بقیه‌شون کلی خاطره از بین رفته، همه چیز سوخته رفته دیگه، همه چیز سوخته. پس بنابراین این غیر منطقی نیست که این خیلی شروع نکردن به ساخت و ساز. تنها چیزی که الان منطقیه اینه که ما از کجا رد شیم؟ از بازار آگهی ها و درست این آگهی ها رو تنظیم بکنیم، به دست شنونده بدیم. ممنونم.